اما بچه‌های من بریم سراغ امتحان نهایی در واقع دی ماه تجربی که 15 دی ماه در واقع برگزار شده سال 403. اینا براتون حل کنم و نکاتی که لازم هست بهتون بگم. سوال یک میگه در هر یک از گزاره‌های زیر واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید. بعد هر پاسخ بنویسید. الف، شتاب متوسط کمیتی برداری و همجهت با بردار تغییر سرعته، چون خود فرمول شتاب میشه دلتا وی به دلتا تی، پس تغییر سرعت. ب، سطح بین نمودار شتاب زمان با محور زمان برابر با تغییر اونم سرعت، مساحت زیر نمودار شتاب زمان دلتا وی به ما میده. پ، در حرکت تند شونده روی خط راست بردار سرعت همجهت با بردار شتابه. بچه‌ها در هر نقطه از مسیر بردار سرعت مماس بر مسیر حرکت. نسبت مسافت طی شده به مدت زمان حرکت تندی متوسطه. ببین چیز جالب، همه اینا اولی عبارت شد. حالا شما ممکنه در امتحان نهایی شک کنید و بگید نمیشه که همش اینجوری باشه، ولی اصلا این موارد مطرح نیست. شما با دقت و در واقع توجه کافی اگه سوالا رو پاسخ بدید اصلا نیاز به توجه به این چیزا ندارید. سوال دو میگه شکل زیر نمودار سرعت زمان یه خودروی رو نشون میده که در امتداد محور x حرکت میکند. اگر در این حرکت x صفر باشد، الف معادله مکان زمان اون رو دروازه زمانی 0 تا 10 بنویسید. خب دروازه زمانی 0 تا 10 حرکت ما سرعت ثابته بچه، این سرعت ثابته، پس x برابر میشه با vt به اضافه x0، پس x میشه منهای 20t به اضافه v0 هم که گفته 0 که پس همون منهای 20. هیچ. به میگه جابجایی رو از لحظه 0 تا 30 بگید چقدره. از 0 تا 30 جابجایی ما میشه مساحت این زوزنقه، ولی چون زیر محور منفیه، یعنی در واقع دلتا ایکس ما میشه منفی اس، پس میشه منفی. خب مساحت این زوزنقه رو حساب کنیم. مجموع دو قاعده 30 به اضافه 10 تقسیم بر 2 ضرب در ارتفاعش هم که 20. خب 30 به اضافه 10 میشه 40 تقسیم بر 2 میشه منفی 20 میشه منفی 400 متر جابجایی. نمودار مکان زمانش رو به طور کیفی در بازه زمانی 0 تا 30 رسم کنید. به طور کیفی میگه یعنی حالا خیلی عددا هم دقیق نه، شکلش چجوری میشه. من این بالا براتون رسم میکنم بچه، نمودارش رو ببینید. ما x0 مون صفره، بعد یعنی از مبدا باید شروع کنیم، با سرعت 20 باید 10 ثانیه این بیاد پایین، چون شیب منفیه دیگه، سرعت منفیه. بعد از اون با شتاب مثبت در واقع حرکت میکنه و میاد و سرعتش هم مثبته، یعنی یه همچین چیز. تا سرعت بشه 0، چون اینجا سرعت 0 شده دیگه، اینجا لحظه 30 هست، اینجا لحظه 10 بچه، یعنی قسمت اول حرکت تا تی مساوی 10 حرکت سرعت ثابت، بعدش شتاب ثابت شتاب مثبت. البته من اینوری برمی کشیدم، ببخشید، چون شتاب مثبته اینجوری برمی کشیدم. کاسه ای برمی کشیدم، گنبدی کشیدم. یه ذره بهتر کنم شکلم. آره اینجا هم سرعت صفره، نمودارش همچین چیزی خواهد شد، به صورت کیفی هم ازمون خواسته. خب بریم سوال 3. معادله حرکت جسمی هست منهای 2t2 منهای 20t به اضافه c. معادله سرعت زمانش رو بنویسید. بچه‌ها ضریب t2 1/2 آ، یعنی الان میگیم منفی 2 مساویه 1/2 آ، پس آ میشه منفی 4. ضریب تی هم که وی صفره، پس معادل سرعت ما میشه آتی به اضافه وی صفر، پس میشه منهای 4t منهای 20. این از این. جابجایی جسم در بازه زمانی 0 تا 4 چند متره؟ خب ببین تو لحظه 0 تو چه مکانی بوده؟ c.
تی رو 0 بذاریم میشه سی. تو لحظه 4 تو چه مکانیه؟ تی رو 4 بذاریم، 4 4 تا 16 ضرب در 2 32 منفی 32 منهای 80 به اضافه سی. اون با اون میشه منفی 2 میشه منفی 82. حالا جا به جایی میشه مکان نهایی منهای مکان اولی، یعنی منهای 82 منهای سی میشه منفی 112 متر. خب سوال 4. درستی یا نادرستی هر یک از گزاره‌های زیر را با واژه درست یا نادرست در پاسخ باید مشخص کنید. الف، نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس سطح دو جسم بستگی دارد. بله، کاملا درسته. نیروهای کنش و واکنش هم اندازه و خلاف و هم جهت با دیگران، نه خلاف جهتن. این غلطه. نیروی مقاومت شارع در برابر حرکت یک جسم به اندازه جسم بستگی دارد. بله، کاملا درسته. مساحت سطح زیر نمودار نیرو زمان برابر با تغییر تکانه است. کاملا درسته. نیروی گرانشی بین دو ذره با فاصله آنها از یکدیگر نسبت وارون دارد. این غلطه. بچه‌ها با مجذور فاصله نسبت وارون دارد. خب سوال شماره 5. وزنه‌ای با جرم 1 کیلوگرم رو به فنری به طول C که ثابت آن 20 نیوتن بر سانتی متره میبندیم. فنر را از سقف آسانسور آویزان میکنیم. آسانسور در حالی که به طرف بالا حرکت میکند با شتاب 1 متوقف میشه، یعنی حرکتش میشه کند رو به بالا. طول فنر چند سانتی متر میشود؟ خب بچه‌ها M در J منهای A مساوی K دلتا L هست، یعنی MJ منهای MA مساوی K دلتا L. حالا دلتا L میخواد. خب MJمون چقدره؟ 10 منهای MAمون هم چقدره؟ 1، چون جرم 1 شتاب هم 1 مساوی K هم که 20 در دلتا L. دلتا L میشه چقدر؟ خب این میشه 9 بیستم میشه 45 صدم. 45 صدم سانتی متر، چون این نیوتن بر سانتی متره. حالا میگه طول فنر چقدر میشود؟ طولش 30 بوده، پس طول فنر میشه 30 ممیز 45 صدم سانتی متر. بریم برای سوال 6. در شکل روبرو یک جسم به جرم 4 کیلوگرم روی سطح افقی در حال حرکت است. اگر نیروی کشش تناب 20 نیوتن و ضریب اصطکاک جنبشی 0.3 باشد شتاب چقدر است؟ خب بچه‌ها الان اینجا عامل کشش جسم تیه، پس تی منهای اف کا برابر با ام آ. تیمون چقدره؟ 20 منهای اف کامون هم میشه مو کا، یعنی 0.3 در اف ان. اف ان هم که وزن جسم دیگه 40 مساوی ام آ 4 آ. خب اون میشه 12 20 منهای 12 8 مساوی 4 آ میشه 2. اینم شتاب حرکت جسم. سوال 7. سوال 7 میگه برای هر یک از گزاره‌های زیر عبارت درست را از عبارت‌های درون جعبه کلمات انتخاب کرده در پاسخ برگ بنویسید. یک مورد اضافی است. تمام موج‌های الکترومغناطیسی در خلا با تندی یکسان منتشر می‌شوند. در امواج طولی فاصله یک تراکم از انبساط مجاورش برابر با نصف طول موج بچه. متوسط آهنگ انتقال انرژی در یک موج سینوسی برای همه امواج مکانیکی با نقطه چین دامنه متناسبه. فرمول انرژی مکانیکی چی بود؟ 2P2M_A2F2. پس با مجذور، ببخشید با مربع دامنه متناسب. وقتی یک چشمه صوت از ناظر یا شنونده ساکن دور می شود چی کارش پیدا میکنه؟ طول موج. البته طول موج افزایش پیدا میکنه، بسامده که کاهش پیدا میکنه چون داره دور میشه. دور تناوب آونگ ساده، پس اینم خط بزنیم، دور تناوب آونگ ساده با نقطه چین طول آن متناسب است با جذر طولش. پس خود کلمه طول موج اینجا
اضافی بود. خب بریم برای سوال 8. نمودار مکان زمان نوسانگر جیم فنری مطابق شکل روبرو است. دوره این حرکت چقدره؟ خب بچه اینجا تی دومه. تی دوم هست 1/10. پس تی میشه 2/10. اگر ثابت فنر 100 باشد انرژی مکانیکی چند جوله؟ انرژی مکانیکی هست 1/2 کا آ2. پس میشه 1/2 ضرب در 100 ضرب در دامنش هم که 4/100 به توان 2 میشه 16 10,000. این دوتا صفرش با اون میره میشه 800 جول. بیشینه تندی نوسانگر چقدره؟ خب وی ماکس بچه ها میشه آ اومگا دامنمون که 400 اومگا هم 2 پی تی اوم، یعنی 2 پی بری 2/10 که میشه 10 پی. پس با اون میشه 4/10 پی. سوال 9. فنری با جرم 200 گرم و طول 2 متر با نیروی 9 نیوتن میکشیم. تندی انتشار موج ارضی در این فنر چقدر است؟ خب بچه ها وی مساویه رادیکال اف ال امم. پس رادیکال اف 9/10 طولش هم که 2 متر جرمش هم 200 گرم میشه 2/10. 2 با 2 میره میاد بالا میشه رادیکال 9 که میشه 3 متر بر ثانیه. سوال شماره 10 میگه در شکل روبرو پرتوهای بازتابیده از آینه‌های M1 و M2 را رسم و زاویه بازتاب از آینه M2 را تعیین کنید. خب ببینید اینجا الان زاویه تاب شما 60، بعد میاد میخوره اینجا. خب اینم که 60، اینم 30 با 100 130، اینجا مثلثه پس این میشه 50، این میشه 40، پرتو بازتاب این زاویه بازتابش میشه 40. خب سوال بعدی، تراز شدت صوتی 50 دسیبل است. شدت این صوت چند وات بر متر مربع؟ خب بچه ها بی مساویه 10 تا لوگ آی به آی صفر. خب الان بی ما 50 مساویه 10 تا لوگ آی به روی 10 تا منفی 12. آی صفر رو داده 10 تا منفی 12 دیگه. خب الان ما این صفر رو با این صفر میره، به جای 5 بنویسیم لوگ 10 به توان 5، این هم بنویسیم لوگ آی به روی 10 به توان منفی 12. لوگا با هم میرن، آی میشه 10 به توان منفی 7. سوال 12. آزمایشی را توضیح دهید که با استفاده از آن بتوان تندی انتشار صوت در هوا را اندازه گیری کرد. بچه اینم باز آزمایش کتابه، تو متن درس داشتیم. ما 2 تا بلندگو میذاریم در واقع یه بلندگو میذاریم، 2 تا گیرنده با فاصله مشخص، روشون هم یه زمان سنجه. بعد وسیله هم خودش گفته دیگه، خطکش یعنی فاصله مشخص باشه، چکش و صفحه فلزی، حالا مثلا یک با چکش میزنیم به صفحه فلزی، زمان سنج و میکروفون، یعنی کنار هر میکروفون یه زمان سنج میذاریم. هر لحظه ای که صوت رسید به اون میکروفون لحظهش مشخص میشه، فاصلهش هم که معلومه. از تقسیم دلتا ایکس به دلتا تی سرعت انتشار صوت به دست میاد. جبهه‌های یک موج الکترومغناطیس از شیشه وارد هوا میشوند، یعنی از محیط غلیظ وارد رقیق. فاصله جبهه‌های موج افزایش می‌یابد یا کاهش؟ بچه‌ها ما وقتی از محیط غلیظ وارد محیط رقیق میشیم، خب ببین چون زاویه زیاد میشه طول موج هم زیاد میشه. طول موج که زیاد میشه یعنی فاصله بین جبهه‌های موج افزایش پیدا میکنن، با هم رابطه مستقیم داره. بعد میگه مانند شکل روبرو پرتو نوری از محیط شفاف 1 به محیط شفاف 2 میرود. تندی انتشار پرتو موج چند برابر تندی انتشار پرتو موج فرودی است. خب در واقع سوال از ما V2 به V1 خواسته.
وی دو به وی یک میشه سینوس تتا 2 به سینوس تتا 1. چون رابطه مستقیم دارن دیگه. خب سینوس تتا 2 تتا 2 ما ایشونه سینوس 53/8 به سینوس 30/5 که میشه 8/5 یا 1/6. بریم برای سوال 14. میگه در اتم هیدروژن بلندترین طول موج در رشته براکت کدام است؟ بلندترین طول موج یعنی شما n تون باشه n پریمی به اضافه 1، یعنی اینجا n رو 5 بذاریم. طبق رابطه 1/روی لامدا برابر با r در 1/روی n پریم به توان 2 منهای 1/روی n2. پس 1/روی لامدا برابر با 1/100 ضرب در 1/16 منهای 1/25. خب پس میشه 1/100. مخرج مشترک رو بگیریم 25 ضرب در 16. اختلافشون چقدره؟ 9 تا. پس لامدا میشه 25 ضرب در 1600 تقسیم بر 9. این میشه 4444 ممیز 4 با دوره گردش نانومتر. تا همین یه رقم اعشار به دست بیارید با ماشین حساب بنویسید بچه‌ها کافی هست. خب سوال 5 میگه با استفاده از رابطه بور برای انرژی الکترون در اتم هیدروژن اختلاف انرژی تراز 5/2 رو حساب کنید. خب ببین تراز 2 انرژیش چی میشه؟ میشه ER 4. تراز 5 هم انرژیش میشه منفی دیگه، منفی ER 25. درسته؟ ER که 13.6 تقسیم بر 4 میشه 3.4. خب این هم تقسیم بر 25 یعنی منفی 13.6 تقسیم بر 25 میشه 54 صدم. پس در واقع دلتا ای ما میشه منفی 54 صدم منهای منفی 3.4. خب چند میشه؟ میشه 2.86 الکترون ولت. خب بریم سوال 16 بچه. میگه الف در چه حالتی در الکترون های یک ماده وارونی جمعیت رخ میدهد؟ بچه زمانی که ما یه انرژی به الکترون هامون بدیم و انرژی و الکترون های ما به یک تراز بالاتر بروند میگیم وارونی جمعیت رخ داده. چرا مدل اتمی بور برای حالتی که بیشتر از یک الکترون به دور هسته میگردد به کار نمیرود؟ چون بور در مدل اتمیش نیروی بین دو الکترون رو به حساب نیاورده بود، یعنی اونو محاسبه نکرده بود، پس به کار نمیرفت برای اتم هایی با بیش از یک الکترون. سوال 17. هر از جاهای خالی را در فرآیند واپاشی ستون A تنها با یکی از موارد ستون B مرتبط است. پاسخ درست را انتخاب در پاسخ بک بنویسید. یه موردم میگه اضافیه. الان این PB 21182 شده BI 21183. پس من اینجا باید یه بتا الکترون بذارم که این منفی 1 با 83 بشن 82. پس این از این F189 شده O188. یه بتای پوزیترون باید بذارم، این که 0 18 18 1 با 8 بشه 9. اینجا T9943 برانگیخته، علامت ستاره داره یعنی برانگیخته است، شده T9943 حالت پایه، پس اینم گاما گسیل کرده. پس بچه آلفا اضافه بود. سوال 18. نیمه عمر یک نمونه ایزوتوپ پرتوزا 8 روزه. بعد 48 روز یعنی چند تا نیمه عمر سپری شده؟ 6 تا. چه کسی از هسته اولیه باقی میماند؟ خب بچه تعداد هسته های باقی مانده میشه تعداد هسته اولیه بر 2 به توان n. پس میشه n صفر بر روی 2 به توان 6. 2 به توان 6 میشه 64. پس 1/64 باقی میمونه. 19 میگه به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. انرژی لازم برای جدا کردن نوکلئون های یک هسته چه نام دارد؟ انرژی بستگی هسته. مطالعه پیده ها در تندی های بسیار زیاد و قابل مقایسه با تندی نور مربوط به کدام بخش از نسبیت است؟ نسبیت خاص. بچه‌ها یه چند خطی هست اول فصل در واقع 4 تجربی و 5 ریاضی
در مورد اینکه نسبیت خاص چیه، نظریه نسبیت عام چیه، نظریه کوانتومی چیه. اینو در دیما سوال دادن، حتما اینو بخونید. حل سوالات دیما 403 به پایان رسید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.